با عرض سلام خسته نباشید خدمت عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوره ای رو میخوایم آغاز کنیم به عنوان کار با اندیکاتور ایچیموکو. اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتوری هست که بر اساس یه سری میانگین هایی که از کندل های گذشته دریافت میشه برای ما یه سری خروجی هایی رو صادر میکنه که ما از این خروجی ها میتونیم استفاده کنیم برای انجام معاملات، گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش. شکل ظاهری این سیستم و این اندیکاتور به این شکل هست که شما میبینید از اجزای مختلفی تشکیل شده که به عنوان جلسه اول میخوایم این اجزا رو تعریف کنیم و ببینیم که هر کدوم از این اجزا بر چه شکل، بر چه اساسی تشکیل شدن و انشالله بعد بریم توی برنامه متاتریدر 5 و ببینیم که از کجا باید این اندیکاتور رو بیاریم و چطور تنظیمات رو برایش انجام بدیم. خب اولین خطی که داریم، شما اینجا میبینید ما 3 تا خط داریم: خط سبز، خط قرمز و خط آبی و این محدوده های فیروزه‌ای رنگ و صورتی رنگ. اولین خطی که داریم خط قرمز هستش که نامی داره به عنوان تنکنسن یا TN که معمولا با TN نشون میده. تنکانسن گفته میشه، خونده میشه، تلفظ میشه و با TN نشون داده میشه. خب چه چیزی رو ما این خط چطور به وجود میاد و بر چه اساسی شکل میگیره؟ بالاترین قیمت در 9 کندل قبل رو میاد به دست میاره. یعنی اگر ما اینجا باشیم 9 کندل قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 توی 9 تا کندل قبل از این کندل داره تشکیل میشه، هنوز برای بازار امروز مثلا هست و مثلا ما میخوایم ببینیم این نقطه‌ای که اینجا هست، این نقطه بر چه اساسی به وجود اومده و چرا این خط قرمز به این شکل در اومده. ما این نقطه از خط قرمز رو میخوایم به دست بیاریم. از اینجا شروع میکنیم 9 تا کندل به قبل میریم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب بالاترین قیمت توی این 9 تا کندل رو میایم به دست میاریم. بالاترین قیمت اینجا هستش، یعنی برای این کندل 1480 و پایین ترین قیمت توی این 9 تا کندل برای این کندل هست که 1333 هست. این 2 تا قیمت رو با هم جمع میکنیم و تقسیم بر 2 میکنیم، یه قیمتی به ما میده که این قیمت مربوط به این کندل هست، کندلی که ما شروع کردیم به شمردن. خب ببینید این کندل یک قیمتی به من داده 1406 که اینجا هم دقیقا برابر است با 1406. خب الان برای این کندل اگر من محاسبه کنم، دوباره 9 تا برگردم به عقب، پایین ترین و بالاترین قیمت رو به دست بیارم، جمع کنم، تقسیم بر 2 کنم، یه قیمت دیگه به من میده. اینجا این کندل یه قیمت دیگه میده، این کندل یه قیمت دیگه میده. این کندل ها هر کدوم یه قیمتی رو به من میدن که اگر این نقطه ها برای هر کندل رو به هم وصل کنیم این خط قرمز به دست میاد که به عنوان TN تنکانسن این رو میشناسیم. خب که منظور از TN دوره 9 کندلی که مفهوم این دوره 1.5 هفته در تایم فریم دیلی هستش که حالا این بر چه اساسی در این 1.5 هفته و اینا گرفته شده و چه در چه بازاری انشالله بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. و اما خط آبی با یک دوره 26 روزه هست، 26 کندلی. یعنی ما اگر بخوایم این نقطه رو به دست بیاریم 26 تا کندل به قبل برمیگردیم که بین این خط و این خط هست. این خط آبی و این خط آبی یک دوره 26 کندلی رو داره من نشون میده. بالاترین قیمت توی این دوره 26 تا کندلی کجاست؟ اینجا 17 ببینید بالاترین از این دیگه نداریم و پایین ترین قیمت کجاست؟ 1333. این دوتا را اگر با هم دیگه جمع کنیم و تقسیم بر 2 بکنیم یک عددی به ما میده که 1525 که اینجا هم دقیقا قیمت 1525
5 هستش. حالا برای این کندل دوباره 26 تا کندل قبل‌تر که معمولا این کندل بهش اضافه میشه، برای این کندل دوباره بهش اضافه میشه، یعنی هرچی ما برمیگردیم عقب‌تر یک کندل از اون ور اضافه میشه. برای هر کندلی الان برای این کندل این نقطه و این قیمت رو من داد، برای این کندل دوباره این نقطه و این قیمت رو میده، برای این کندل این نقطه رو میده، برای این کندل این نقطه رو داده که این نقطه ها رو اگر دیگه به هم دیگه وصل کنیم، خط آبی که اسمش هست کیجونسن یا کاس، کیجونسن یا کاس، این خط رو به ما میده. پس دلیل به وجود اومدن این خط بر اساس گرفته شدن میانگین از بالاترین قیمت تا پایین ترین قیمت در 26 کندل قبلی، 26 دوره زمانی. حالا این دوره زمانی ما میتونه دیلی، روزانه باشه، یعنی هر کندل برای روز باشه یا هر کندل برای یک ساعته باشه، یک هفته باشه، فرقی نمیکنه. مهم برای ما اون تعداد کندل ها هست. خب ببینید یه چیزی داریم به عنوان اون محدوده‌ای که توی قسمت اول دیدیم، محدوده صورتی و آبی، که به اینها ابر کوموی گفته میشه. به اینها ابر کوموی گفته میشه که یک شکلی به این شکل دارن و اینجوری ما اینها رو مشخص میکنیم. خب این ابر کوموی از دو تا خط تشکیل میشه، یکی خط پایینی و یکی خط بالایی که یکی خط قرمز یکی خط مشکی هستش. خط قرمز نشان دهنده سنکو اسپن A هستش. حالا این سنکو اسپن A چطور به وجود میاد؟ کیجونسن و تنکانسن تقسیم بر 2 میشه، جمع میشه با هم دیگه، کاس و تی اس با هم جمع میشه، تقسیم بر 2 میشه، یه قیمتی رو به من میده، یک قیمتی رو به من میده، مثلا قیمت 1460 رو به من میده، 1460 ریال با میده. این رو ما میایم شیفت میدیم به 26 روز. حالا این کندل یک کندل های روزانه هست، این رو شیفت میدیم به 26 تا کندل جلوتر. یعنی ما میایم قیمت رو، اون قیمتی که از حاصل جمع تی اس و کاس به دست آوردیم رو توی 26 یا 26 روز یا 26 تا کندل جلوتر یه نقطه براش در نظر میگیریم. خب برای کندل قبلیش هم به همین ترتیب یه نقطه دیگه به دست میاد. برای کندل قبلیش یه نقطه دیگه، کندل قبلیش یه نقطه دیگه، یعنی کندل قبل، این کندل سومیه، یعنی از آخر سومی میشه دیگه. این کندل یه نقطه به من داده به عنوان کیجونسن و یه نقطه هم به من داده به عنوان تنکانسن، که من این کیجونسن و تنکانسن رو با هم دیگه جمع میکنم، یه عددی به من میده که اون عدد رو توی 26 تا کندل جلوتر، 26 دوره زمانی جلوتر میام نقطه گذاری میکنم. حالا این نقطه ها رو اگر به هم دیگه من وصل بکنم، یه خطی به من میده که اسم این خط هست، عرضم به حضور شما که سنکو اسپن A. خب پس این هم خطی که باعث تشکیل ابر کوموی میشه، یا خط پایین قرار میگیره یا خط بالا قرار میگیره. خب سنکو اسپن بی چیه؟ بیشترین قیمت به اضافه کمترین قیمت تقسیم بر 2. این بیشترین قیمت و کمترین قیمت رو در یک دوره 56 کندلی انجام میدیم، یعنی 56 تا کندل قبل رو نگاه میکنیم، توی 56 تا کندل قبل بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت رو به دست میاریم، با هم جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم و یه عددی به من میده. اون عدد رو به 26 تا دوره زمانی جلوتر من میام انتقال میدم که به من سنکو اسپن بی رو میده. خب این سنکو اسپن بی و سنکو اسپن A یک فضایی رو بین خودشون ایجاد میکنن که این فضا باعث تشکیل ابر کوموی میشه که حالا بیشتر راجبشون صحبت میکنم. خب چیکو اسپن چیه؟ چیکو اسپن اون خط سبز هست. ما 3 تا خط داشتیم، قرمز، آبی، سبز و ابر کوموی. خب این خط سبز چیه و بر چه اساسی به وجود میاد؟ این خط همون خط قیمت پایانی کنونی هست، یعنی هم خطی که یعنی قیمت پایانی رو به ما نشون میده برای هر کندل توی بازار ایران. حالا ما قیمت پایانی رو داریم که این قیمت رو میاد شیفت میدیم به 26 دوره عقب‌تر. ببین ما میایمدیم سنکو اسپن A و B رو 26 دوره جلو می بردیم، 26 تا کندل جلوتر می بردیم و نقطه گذاری می کردیم. حالا اینجا ما 26 تا دوره میایم عقب‌تر و نقطه گذاری می کنیم. حالا برای هر کندل یه نقطه به من میده. این نقطه ها رو به هم دیگه وصل بکنم، این نقطه ها رو
عرضم به حضور شما که این خط سبز برای من به وجود میاد. الان اینجا شما ریزش شدید میبینید. اگر مقایسه کنیم با کندل های بالایی شما میبینید که اینجا روند صعودیه. براتون سوال پیش میاد اگر این قیمت پایانیه چرا اینجا ریزشیه، اینجا صعودیه، قیمت پایانی با روند باید هماهنگ باشه. ببینید ما این خط سبز رو 26 تا کندل آوردیم عقب‌تر، یعنی این ریزشه برای اینجا هستش. از اینجا تا اینجا 26 تا کندل فاصله داریم و این ریزش مربوط به اینجا هست. ببینید اینجا قیمت رفت بالا، خب مسلما وقتی قیمت داره میره بالا قیمت پایانی هم داره میره بالا. این خطای سبز رو میایم براش قیمت پایانیشون 26 تا کندل، 26 تا دوره زمانی عقب‌تر نقطه گذاری میکنیم و به همدیگه وصل میکنیم که چیک و اسپن این خط سبز هست رو به ما میده و ما حالا بعدا یاد میگیریم چطور از اینها استفاده کنیم. خب عرضم به حضورتون این ابر کوموی صعودی هست. زمانی که ما یک ابر کوموی صعودی داریم، ببینید ابر کوموی صعودی، از کجا بدونیم که ابر کوموی ما صعودی هست؟ زمانی که سنکو اسپن B پایین و سنکو اسپن A بالا هست نشان دهنده تشکیل یک ابر صعودی هست و برعکس زمانی که عرضم به حضور شما که سنکو اسپن B بالا و سنکو اسپن A پایین هستش یک ابر کوموی نزولی رو برای ما تشکیل میده. خب انگار سخت شد، یه جورایی خیلی در موردش اومدیم بازش کردیم. ما نیازی نیستش که هیچ کدوم از این حساب کتابا رو بکنیم، همه این حساب کتابا رو خود این اندیکاتور انجام میده و برای ما میاد رسم میکنه. از کجا بیاریم؟ از قسمت اندیکاتورهای روندی ایچیموکو کینکو یوهو هیو، حالا اینو نوشته، روی این کلیک میکنیم. خب اینجا پارامترهای ما 9 26 و 52 هست. دوره 9 روزه برای TS، دوره 26 روزه برای KS و دوره 50 روزه برای سنکو اسپن B هستش. اینا رو خودش مشخص کرده در حالت پیش‌فرض و دیفالتش. شما میتونید اینجا رنگ‌هاش رو تغییر بدین. بیایید حالا مثلا ابر کوموی صعودی خودتون رو به عنوان رنگ سبز انتخاب کنید و ابر کوموی نزولی خودتون رو به عنوان رنگ قرمز. ببینید سبز و قرمز. وقت زمانی که ابر صعودی رو دارم سبز و ابر نزولی رو دارم قرمز هستش. خب اگر زوم بدیم میبینیم که اون خطهایی که ما داشتیم اینجا کاملا برای ما مشخص هستش. عرضم بزرگ سنکو اسپن قرمز داریم که عرضم به حضور شما تنکانسن بود، کیجونسن بود. اینجا ابر کوموی نزولی داریم. زمانی که ابر کوموی نزولی داریم ما ابرهای نزولیمون رو با رنگ قرمز اومدیم مشخص کردیم. زمانی که ابر نزولی داریم یعنی سنکو اسپن A رو ما پایین داریم و سنکو اسپن B رو بالا داریم. زمانی که ابر صعودی داریم مثل اینجا برعکس، سنکو اسپن B پایین، سنکو اسپن A بالا هستش. و الان اینجا این قسمت ببینید ما برای این کندل آخریه اومده و یه جوری برای ما یه دونه به عنوان سنکو اسپن B و سنکو اسپن A یه عددی رو به ما داده. جمع کیجونسن و تنکانسن و تقسیم بر 2 کردن اینها یه عددی رو به من داده که این عدد رو اومده چیکار کرده؟ 26 کندل، 26 دوره زمانی جلوتر. ببینید عدد وسط که نوشته بارز نشان دهنده دوره های زمانی که ما اینجا دیلی داریم کار میکنیم. پس 26 روز این رو برای من انتقال داده به جلوتر و برای سنکو اسپن B هم به همین ترتیب این رو هم اومده 52 تا کندل قبل رو در نظر گرفته، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتش رو به دست آورده، یه عددی بهش داده که این عدد رو آورده 26 تا دوره زمانی جلوتر برای ما رسم کرده. یه جوری پیش بینی داره میکنه برای ما در آینده، یه سری ابزارهایی رو داره به ما میده جلوتر که ما میتونیم از اون ابزارها استفاده بکنیم به عنوان به دست آوردن حمایت و مقاومت ها. و اینجا کندل آخر هستش، قیمت پایانی که ما برای عرضم به حضور شما که سنکو اسپن داریم. ببینید از اینجا باز دوباره ما
26 بار 26 تا کندل یا 26 دوره زمانی برگشتیم به عقب‌تر و این رو خودش به ما داده. خب ما اینجا یه سری این شکلی که شما میبینید و یا خود شلوغ هم هست و اذیت میکنه این شلوغ شما رو، حالا انشالله کم کم در آینده با اینها بیشتر کار میکنید و به شما بیشتر کمک میکنه که بتونید راحت‌تر اینها رو از همدیگه تفکیک کنید. حالا این خط و خطوطی که برای ما رسم شده یه سری سیگنال هایی به ما میده که ما میتونیم از این سیگنال ها استفاده کنیم در جهت انجام خرید یا فروش، یا اینکه بدونیم حمایت و مقاومت های پیش روی سهم کدوم ها هستن و چطور میتونیم با استفاده از این سیستم بیایم و حمایت و مقاومت های جدید سهم رو، یعنی پیش روی سهم رو به دست بیاریم و ازشون استفاده بکنیم که خب انشالله برای جلسه بعدی کم کم وارد جزئیات میشیم و در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.